خیلی که گفتیم اگر همین فرض، نماز فرض یا یک کاری از این مهمتر و فرضتر نباشد، نمیخواهد انسان از سر کتاب خیزد. اون زنهایی که از اهمیت شوهر دور موندید، از بی‌نیمانگی شوهراتون شکایت میکنید، یا زنهای دو میگوید که فقط شوهری من میلی به سوی زنی یک دارد، یا زنهای یکی که شوهرش میلی به سوی زنی دو دارد و ما اهمیت نمیدهد، میگوید اگر شما لذت علم و لذت کتابخوانی را میفهمیدید هیچگاه از آنها شکایت نمیکردید. شوهر که به کوچه برآمد دیگه شما فارغ هستید، کتاب را میخوانید، از آن معنی های عجیب برداشت میکنید. اون لذتی که در علم هست در دیگه یگان چیزی دنیا نیست. بنابراین بعضی علما کتاب و علم را وقتی تشبیه میکردند از دخترهای زیباترین دنیا خوشرو میگفتن. اگر به نظر کنیم از دختر زیبا هست، اگر به طعم گیریم از هر چیزی، از هر طعامی که هست بلذت تر است. و اون بیان نوع حسیات و فایده های کتاب ها و علم دارد که واقعا بنابراین بعضی علما میگفتن که لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیه لجالدون بالسیوف. اگر پادشاه ها و فرزندان آنها اون لذتی که ما در آن هستیم اون را میدانستند، اون را از ما کشیده میگرفتند، با شمشیرها ما میزدند و این چیزه میگرفتن، از ما کشیده میگرفتن. این افسوس که نمیدانند لذت علم را، علال خصوص علم شریعت را.